در عرفه عید غلبه در شهر ایسور به هر وتران جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945 از نام پرزیدنت تاجیکستان 15000 سومونی و از جانب مقامات محلی و شخصان سخاوت پیشه مواد خوراکه و مبلغ‌های پولی توفه کرده است. خدمات مطبوعات رئیس شهر ایسور در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر 17 عکس خبر داد که رئیس شهر ایسور قاسم رهبر و سردار ریاست رشد اجتماعی دستگاه پرزیدنت گلجهان عبدالفتاحزاده شخصا روز 5 ماه سال 2022 به جماعت‌های شهرک شروره، دهات ایسور و الماسی تشریف آورده سه اشتراکچی زادگان جنگ بزرگ وطنی از ایسور، سراج الدین جلالوف را در محله به نام عبدالرحمن جامی، رجب اسمانوف را در دهه حیات نو و کریم رشید را در دهه شوهنبری عیادت نمودند. خدمات مطبوعات رئیس شهر ایسور گفت از ایسور در جنگ بزرگ وطنی بیش از 10,000 نفر اشتراک کرده، بیش از 4,000 نفر آنها در این جنگ جان باختند. گفته می شود هنگام سپردن توفه ها و عیادت اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی گلجهان عبدالفتاحزاده و قاسم رهبر تاکید کردند که تجلیل عید غلبه در تاجیکستان نشانه از کارنمایی و جانساری های فرزندان این سرزمین است که در یاد و خاطره ها تا حال نقش بسته و احترام و صمیمیت مردم کشور را سزاوار می باشد. خدمت های این فرزندان ملت هیچگاه فراموش نمی شود و کار و پیکار آنها برای نسل نورس برای همیشگی نمونه مکتب جسارت و مردانگی باقی میماند. اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی با هزار سپاس برای صلح و ثبات، آبادی و پیشرفت مملکت و همچنین در حق رهبر دولت دعای نیک کردند. همچنین در حوله اشتراکچیان جنگ از جانب خوانندگان مکتب رقم 1 به نام میرزا ترسونزاده برنامه خرد کنسرتی پیشنهاد شده. نورسان از سرودهای مشهور دوران جنگ کاتیوشا و دین پبیدا پارچه ها سراییده خاطر اشتراکچیان جنگ را شاد گردانیدند. قبلا خبر داده بودیم که رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی امر داد که در عرفه عید غلبه به هر سابقه دار جنگ 3000 سومونی و به آنهایی که در سالهای 1941 1945 در عقیبگاه کارنمایی نشان دادند، همچنین به معیوبان جنگ افغانستان و جنگ‌های دیگر، معیوبان صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و عائله‌هایی که سرابان آنها هنگام حمایت ساخت کنستیتوسیونی هلاک گردیدند، به هر کدام 800 سومونی توفه داده شود. عید غلبه در تاجیکستان روز 9 ماه تجلیل می شود. این روز در تقویم همچون روز عید و استراحت اعلام شده است.